گفتاری 18 بازیافت. گپ بین خودمان کمینه دیر باز آرزوی سبزیدن دارم. کوشش و گیرومانم در کارخانه و گمانم بد نیست. با سردار هم مناسبتمان چشم نرسد خوب. با هر بهانه با او اظهار صداقت میکنم. به پرده گویم خوش آمد هم میزنم. با وجود این همه از چی باشد که کارم هیچ بهار نمیگیرد. نهایت پایده به یک دوست دلسوزم عرض دل کردم. ای کلاورم، گفت او. با این عقل و فهم البته نمی سبزیدیه. آخر نمیدونه که حالا همه گره ها را پاره تنها پاره می کشاید. پاره دهی به مقصد می رسی. پس از گسیل دوستم روی سیمکت دراز کشیده به خیال رفتم. آره، آرزوی بالا رفتن، سبزیدن روز تا روز، لحظه به لحظه در من بالا می گیرد. خیریت که دوست عزیزم راهی به این مطلب رسیدن را نشان داد. پاره باشد پاره دیه. جا نبوده است کو. خدا را شکر ما هم یک چیز نیم چیز داریم در بساط. اکنون خدا خواهد عمل میکنم و کردم بالای روغن خواهد شد. بند چنین خیالات ناعیان خوابم برده است. خواب دیدم که سردار کارخانه امان شهباش ثروتی در بلندی نشسته با تبسم دلفریب به سویم می نگرند. تخمین کردم که اگر چیزی را زیر پایم مانم نزد آن کس برآمده می توانم. به این سوانس نگریسته چشمم به گاوی ذاتی امان افتاد. زود آن را پیش کرده آورده به بالایش جسته برآمدم. بینم تا به سردار رسیدن بازنده که پستی می کند. به دودیلگی زود رفته کلبوزی فربه کمان را آورده بالای گاوی ذاتی امان گذاشته جهیده روی آن برآمدم. اما سردار باز هم دست نارس بودند. صدقه تبسمتان، گویان دویده یک خلطه چارمغزی برای روزی مبادا احتیاط کردم را هم آورده بالای کلبوز گذاشتم. روی آن جهیده قامتم را با افتخار راست کرده خواستم با احترام تام دست سردار را ببوسم. ولی سردار از فقیر باز هم اندکی بالاتر تبسم بر لب می ایستادند. چی باید کرد؟ یکی یادم آمد که به مناسبت توی پسرچم برای پدرم یک بسته لباس های قیمت بها تیار کرده بودم. با یک چالاکی به خودم هم حیرت آور همان بسته را آورده روی خلطه چارمغز گذاشتم. بالای آن شده با شوق تام در آرزوی التفات سردار قامت راست کردم و بینم که سردار محترم با همان تبسم دلفریب برایم همان دست نارسند. اما این دفعه مسافه بسا کوتاه می نمود. تنها اندک تقریبا نیم قدی انگشت و آخرین دارایی خود یک دسته پول چندین سال باز کم کم ذخیره کردم را که تقریبا 700-800 سامانی می برآمد از کیسه بغلم گرفته زیر پا گذاشتم با امید زیاده که اکنون کامیاب می شوم. و خدایا چی خوشبختی! سردار عزیز و گران قدرم محترم شهباش ثروتی در برابرم می ایستادند. از خرسندی یک لحظه کرخت شده ماندم و ندانستم که چی کار کنم. خیریت که زود خود را به دست گرفته سراسیمه‌وار سلام داده خواستم دست مبارکشان را بگیرم. همین لحظه کدام از اشیای زیر پایم یقین از سراسیمگیم بیجا شد و من موازنتم را گم کرده دو دست جانب سردار یاری دهید گویان سرازیر افتادم. چشمانم سیاهی زدند. گردنم و دست و پایم قسماً لط خورده و قسماً شکستند. تمام اعضای بدنم خونشار گردید. خیره یادم موند که سردار سویم نیم حرکت هم نکرد. حتی همان تبسم دلفریبش نیز گم شده و عموماً روی به دیگر طرف گردانده بود. از تأثیر فریادم بیدار گشته خود را سراپا عرقشار دریافتم. سر پا نشسته خواب دیدم را خوب اندیشیدم و نهایت به خلاصه آمدم که اگر با یاری میانه و پاره سبزیدنی باشم دیگر بهتر آن که تماما بخشکم و بسوزم، زیرا دریافتم که پایان این جاده کجاست. زیهی بازیافت.